ناتالی ساماراسین الشون امام خالصان ثوک رمتونگ خلات جهانی آزادی راگهاندن ورگر که ریخستی فکرین و زانیاری و کلتوری آنتوه دیگرتی او حل کفتن سخبر دکر که به یونسکو تتناسین. روزنامه‌وان سریلانکا با آشکارای رخنه لکریار حکومت دیگرتن او لماهای کاتبو کشتن. یونسکو بجد وید زانی کو کاری وی تخیرت خطر دا و سرگورتار د نویسین دا بین بالاف کرن هکی هاتا کشتن. وید وان نویسین دا گوتو بو که وجدان اوی قبول ناکه کو کار خورا استنید دم برازا اوی خلاد وگرتی هندک تی بینید جن ماما خواه یا به وجن خواندن که نشیا بلویر آماده ببید. ابریکا رزگرتنا که و افرو لجیانوی و کاری کری هون پیامکا گرنگ با همی زور کارا لهمی جهات نرن که کشتنا روشت موانی چاره نینه. رحام روی نب تندیه و نب کشتنه و نب مرنه نایت کنترل کرن. لسر انترنت هندی ناو لسان هاتی هند ناو سرک وزیرا سریلانکا نهاتیه. هاجر سمونی لناوان دا دوحای آزادی راگهاندن بجید و هیوی هیا که اف خلات هاری کاری بکد بو باشتر کرن احنارتن راپورتا لسریلانکا. یا گرینگه که رئیس لوان قهرمان خوجی بیتا گرتن نشبر که او قهرمانک بو او با مالباتاوی هفکارتو هر وصا با آزادی راگهاندن لسریلانکا گرینگه. یونسکو کنفرانس خواه لسر آزادی راگهاندن لجهان لقطر بو که بیتا یکمین جار لولاتک عربی تتکرن و 250 شارزاد راگهاندن آماده ببون. بشکداران بحث خطره لسر لجموانه دو کنفرانس دا کرد. الدی گوتنا یونسکو ل10 سال بوریدا پترجی 1000 روزنامه‌وان هاتین کشتن دم کارت خود کردن و نو تو 5 لساده جوان گناه نه هاتین چرا سر کردن روزنامه‌وان تونسی سیهم بن صدرینه هاتبو لیدان و اشکنجهدان و زندان کردن بلد بجید زیدگاوی نمازانترین خطر لسر روزنامه‌وان. Écoutez, le danger le plus important c'est de pas pouvoir faire son travail parce que en Tunisie گویا خوب دمن خطراش همی اماسنتر اوه کتو نشی کار خوب بکی بدیت نامن ورگرتنا پیزانی نش خار نشی گرنگ تره اوه مافک سرکه که بروحا خود براوانی لیکن سی همون بجید کشتنا روزنامه‌وان خرابتر جزیروانی لسر راگهاندنه و هیوی هیا که خلات آزادی راگهاندنه یه رخصتی یونسکو نبتنی بو دیار کرنا کشتنا ویراما تونگ بیتن لی هر واسا بو پیش ببرنا کلتور پاراستنه و راگهاندنه بید. رات پورتک بوج پشکا کردی یا دنگی امریکا لو واشنطن.